سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به این ویدیو. در این ویدیو میخواهم برایتان ثابت کنم که افغانستان زیباست. با 5 شهر و مکان تاریخی و تفریحی افغانستان که آخرین اون به نام بهشت پنهان افغانستان مشهور است. شماره 1. مجسمه های بودا در بامیان. بت‌های بامیان اشاره به تندیس‌های بزرگی که در دل کوه ولایت بامیان افغانستان ساخته شده بودند دارند. بنای ایستاده این مجسمه‌های تاریخی در کنار صخره هنگام رواج آیین بودایی در افغانستان در دره بامیان افغانستان کندوکاری شده است. این دو مجسمه با بلندی های 53 متر و 35 متر در کنار مجموعه از بناهای تاریخی در این محل برای زمان طولانی از جاذبه های اصلی گردشگری افغانستان است. تندیس کوچکتر در سال 507 میلادی و تندیس بزرگتر در سال 554 میلادی ساخته شده است. این دو تندیس نشان دهنده سبک کهن هنر یونانی و بودایی بوده است که در مناطق آسیای مرکزی به ویژه افغانستان روایت داشته است. باغ وحش کابل. این باغ وحش که روزگاری بزرگترین باغ وحش آسیا بود در شهر کابل موقعیت دارد. باغ وحش کابل در سال 1967 میلادی با تمرکز بر روی حیوانات افغانستان افتتاح شد. در این باغ وحش حیوانات مانند شیر، خرس، گاو وحشی، شتر، روباه، گرگ، میمون، آهو و برخی حیوانات دیگر وجود دارد و پرندگانی مانند طاووس، کرکس، طوطی، عقاب، کبوتر، کبک و پرندگان صحرایی یافت می شود. در حال حاضر این باغ وحش و یک مکان مشهور تفریحی تبدیل شده است و روزانه صدها نفر از این باغ وحش دیدن می کنند. شهر کابل. کابل بزرگترین و زیباترین و تنها شهر میلیونی افغانستان می باشد. شهر کابل از 3500 سال پیش آباد بوده و از جمله شهرهای کهن جهان به شمار می رود. شهر زیبای کابل دارای مکانهای تاریخی و تفریحی زیادی می باشد، از جمله باغ بابر، 40 ستون، قصر دارالامان، موزه ملی، باغ وحش، زیارت کارت سخی، تپه مرنجان، پارک شهر، بند قرقه و غیره دارای جاهای دیدنی و تفریحی زیادی می باشد. شماره 4. شهر بلخ. شهر بلخ یکی از زیباترین شهرهای افغانستان است که در شمال کشور موقعیت دارد. در این شهر عارفان و اندیشمندانی همچون جلال الدین محمد بلخی، ناصر خسرو بلخی، ابن سینا و دقیقه بلخی زندگی می کردند. همین امر باعث شده مزار شریف به عنوان یکی از دیدنی ترین شهرهای افغانستان شناخته شود. مناطق دیدنی تاریخی و تفریحی آن عبارت از مسجد کبود یا روضه مبارک، قصر تاشقرغان، مسجد 9 گنبد و غیره می باشد. شماره 5. نورستان. نورستان یا بهشت پنهان افغانستان با طبیعت بکر که ترکیبی از جنگل و کوه است و با خانه‌های منحصر به فرد
یکی از دیدنی ترین ولایت های افغانستان است. این ولایت به لحاظ جغرافیایی منطقه کوهستانی با جنگل های انبوه است که چندین رودخانه از کوههای اون سرچشمه میگیرد. جمعیت این ولایت کمتر از 500,000 نفر است و دارای 7 ولسوالی به نام‌های نورگرام، دواب، مندول، وایگل، واما، کامدیش و برگمتال است. زبان اصلی مردم نورستان نورستانی است، اما علاوه بر نورستانی اقوام پشه‌ای، پشتون و تاجیک نیز در این ولایت زندگی می‌کند.